داریم در رابطه با انتخاب محصول صادراتی صحبت میکنیم. عرض کردم بزرگترین چالش، بزرگترین مشکل عزیزان ما در خانواده بزرگ پویش ملی صادرات انتخاب محصول صادراتی است. انتخاب محصول صادراتی، خروجی تحقیق بازار توسط تیم هوشمند بر اساس علایق و سلایق، این یعنی محصول صادراتی و مشتری خارجی باید توامان انتخاب گردد. میخوام یک مثالی رو برای عزیزان بزنم. من میخوام به امارات مهاجرت کنم، چه کالایی را ببرم؟ من میخوام با امارات همکاری کنم، چه محصولی را ببرم؟ این کاملا پاسخی متفاوت از این که من میخواهم با کشور کانادا تعامل سازنده داشته باشم، چه محصولی به کانادا صادر کنم. ما باید اول ببینیم بازار از ما چه میخواهد. آیا محصولی که ما داریم انتخاب میکنیم محصولی است که شرایط خاص مورد نیاز بازار هدف را دارد یا ندارد؟ باز برمیگردم به HS کد. اشراف بر HS کد یک نیازه. چرا HS کد مهمه؟ چون HS کدها 3 اهمیت رو در کسب و کار صادراتی ما ایجاد میکنن. 1، امکان تحقیق بازار حرفه‌ای و تحلیل داده ها رو به روشی بدون هزینه برای ما ایجاد میکنن. یعنی فقط کافی است ابزار ITC استفاده کنیم و بریم بر اساس HS کدی که انتخاب کرده ایم، این HS کد رو در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار بدیم، بررسی کنیم، اسکرول داون کنیم، ببینیم چه بازارهایی علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند، حتی اگر این بازارها بازارهای دوردست باشد. از طرفی کمک به تعیین وظایف، مقررات، مالیات‌ها در فرایند تشریفات گمرکی. ما می توانیم با استفاده از HS کدها تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها رو هم رصد بکنیم و به موازات ببینیم محصول ما شاید بتواند جایگزین یک HS کد جذاب باشد. مثال، شاید من به جای اینکه محصولم رو تحت عنوان عصاره یک محصول معرفی کنم، بتوانم تحت عنوان یک محصولی که فرایند پخته شدن رو داشته باشه از تعرفه دستوری تحمیلی کمتری برخوردار باشه. ما خشکباری ها وقتی میزنیم ریزینز، تعرفه واردات کمتر است از وقتی میزنیم سولتانا. خب این سولتانا ریزینزه، کشمش تیزابیه، ولی من میزنم ریزینز، تعرفه واردات کمتر است. بزنم سولتانا بیشتر است. اشراف بر HS کدها به ما کمک میکنه مشتری خودمون رو به کاهش هزینه‌های تحمیلی واردات هدایت کنیم. انتخاب بهترین کد کالا با هدف کاهش ایمپورت تکس و هزینه‌های ترخیص در مقصد یکی از مواردی است که در رابطه با HS کد کالا از اهمیت شایانی برخورداره. روش‌های تحقیق بازار با هدف انتخاب محصول، گفتم راحت‌ترین، ساده‌ترین، پیش پا افتاده‌ترین بخش از فرایند صادرات پیدا کردن نام مشتریه. به موازات گفتم پیچیده‌ترین، سخت‌ترین متقاعد نمودن مشتریه. ولی از همه مهمتر، از همه کلیدی‌تر بحث انتخاب محصولی است مسلح به ارزش پیشنهادی. حالا می‌خوایم محصولمون رو انتخاب کنیم. روش‌های تحقیق بازار با هدف انتخاب محصول، استفاده از ابزارهای ITC. در رویدادهای قبلی در این مورد صحبت کردیم. در رابطه با موضوع تجهیزات پزشکی رفتم تو ITC رصد کردم فرصت‌ها، وسعت بازار،
ارزش بازارهای هدف صادراتی رو رصد کردم ببینم چه کدهایی چه ارزشی داره. صبح گفتم یه بخشیش 2 تا 3 میلیارد دلار، یه بخشیش تا 80 میلیارد دلار ارزش بازارشه. تحلیل آمارهای گمرک، چه گمرکات خروجی چه گمرکات ورودی، بر اساس اظهارنامه‌های صادراتی. تحلیل تقویم نمایشگاهی، آقا من چه کالایی رو انتخاب کنم؟ اون که کاری نداره که تقویم نمایشگاهی داخل کشورتون رو رصد کنید، تقویم نمایشگاه‌هایی که در آلمان داره هر ساله برگزار می شود رو رصد کنید. الحمدلله رب العالمین کشور امارات تبدیل شده به هاب نمایشگاهی، برای هر محصولی یه نمایشگاهی داره. برید رصد کنید ببینید چه نمایشگاه‌های کلیدی برای چه محصولاتی وجود داره، محصول صادراتی خودتون رو از اون طریق. اینها رو باید در کنار هم ببینید، باید وزن بدید به داده‌هایی که دارید تجمیع می‌کنید. تحلیل اطلاعات پلتفرم‌های فروش آنلاین، اونها رو برید ببینید. الحمدلله هر پلتفرم فروش آنلاین آمازون یه تحلیل داره، برید تحلیل کنید، برید تحلیل‌ها رو رصد کنید. استفاده از اطلاعات دوستان، اقوام، خویشاوندان در بازارهای هدف صادراتی، تعامل با رایزنان بازرگانی کشورهای خارجی در ایران، حضور در هیئت‌های تجاری. شماره 6 مجدداً پرهزینه است، قبلی‌ها هیچ هزینه‌ای ندارد. استفاده از هوش مصنوعی، پیگیری مقالات، سمینارها، همایش‌های موضوعی، بررسی تشکل‌های اتاق‌های بازرگانی. آقا من چه محصولی رو انتخاب کنم؟ هیچ، برید چمبر آف کامرس رو در سراسر دنیا رصد کنید، مال ایران رو هم رصد کنید، اتاق‌های مشترک رو هم رصد کنید، برید ببینید در یک تشکل خاص چه محصولاتی داره مطرح میشه، اعضای اونها بر چه محصولاتی سوار هستند. هر چه محصول پر سر و صداتر، هر چه تعداد مقالات در رابطه با یک محصول بیشتر، هر چه ترندهای نوآورانه در رابطه با یک محصول متعددتر، این سبب میشه من نسبت به انتخاب محصولم با وسواس بیشتری ورود کنم. چرا قبلش گفتم چند نفر برای حوزه زعفران امروز در این جمع حضور دارن، عزیزانی که دستشون رو بلند کردن. من نخواستم ناامیدشون کنم که آقا امروز صادرات زعفران به تنهایی جذاب نیست. نگفتم پس صادرات زعفران را رها کنیم، خیر، زعفران رو به عنوان یک کالا در یک گروه کالایی بزرگتر ببینیم، تیم سازی کنیم. محصول مورینگا رو بذاریم کنارش. جذابیت محصول مورینگا در بازارهای هدف صادراتی 10 برابر زعفران است، ولی مورینگا مقفول مانده، زعفران چون دم دستترین کالاست جذاب شده. همین زعفران رو عزیزی که میخوای فعالیت کنی، اگر انتخاب کردی برو به سمت کالای ارگانیکش. اصلا نداریم در ایران. خود من مراجعه کردم به بزرگان صنعت زعفران که آقا گواهینامه ارگانیک دارید مکمل هم بشیم، چون من گواهی ارگانیک تریدر رو دارم. آقا تو میتونی منو تأمین کنی؟ نداریم، هیچ کس نداره. اسمایی که تو ذهنتونه رو من همه رو میشناسم. آقای آشکازمیان پریم، آقای آشکازمیان همه رو فروختیم. آقا این همه صحبت از زعفران میشه، برید به سمت ارگانیک. ارگانیک اتحادیه اروپا، ارگانیکی که آمریکا، ارگانیکی که دنیای پیرامون مورد تایید قرار داده، نه ارگانیکی که آقا کالای من ارگانیکه. موضوع گوگل ترندز، به راحتی ترند هایی که در گوگل قابل جستجوست. سفر به بازارهای هدف صادراتی مجدداً پرهزینه است. در گذشته ها که یه مقدار حوصله‌ام بیشتر بود میرفتم تو نمایش، توی فروشگاه های مختلف، فروشگاه لوازم خانگی میرفتم، فیلم برداری میکردم، لایو اجرا میکردم. ما رکورد 1000 خورده این نفر رو تو لایو هامون داشتیم. حالا صدق سر تصمیمات اینستاگرام محدود شد، یه مقدار دیگه خود ما هم دل و دماغ نداشتیم دیگه. میرفتم تو نمایشگاه ها، اسم مشتریا، اسم محصولات راحت ببینیم چه بازار چه میخواهد، چه دارد، چی داره عرضه میکنه. پیگیری پین پوینت ها، نقاط درد تولید کنندگان دنیا، همکاری با تیم های آرندی و پژوهشکده ها، بررسی ریکال ها،
بریم ببینیم واقعا من هوشمند فارغ التحصیل رشته برم ببینم ریکال مرتبط با فلان محصولم کجاست، ببینم رو چه محصولی بیشتر تمرکز کنم، بتوانم محصول قابل دفاعی رو به بازار هدف صادراتی که دردی رو متحمل شده پیشنهاد بدم. برای خود من به عنوان مجموعه‌ای که گواهینامه IFS داره، خود من میرم در سایت IFS ترند ریسک ریپورت ها رو دریافت میکنم، ببینم چه اتفاقاتی داره میفته. اتفاقا میرم روی همون گزارشات مرتبط با محصولات خودم تیمم رو متمرکز میکنم چگونه یک مشکل را مرتفع کنیم و به همون موقع خبرنامه میزنم، میگم ببین من میخوام این محصول رو به تو پیشنهاد بدم بر اساس اتفاقاتی که امروز در جهان پیرامون ما داره رقم میخوره. در مورد انتخاب محصول داریم صحبت میکنیم. صبح در رابطه با روش‌های تحقیق بازار با هدف شروع بازاریابی یافتن نام مشتری صحبت کردم. میخوام از این گذر کنم، میگم این دوتا رو در کنار هم ببینیم. ما پازل ها رو، این دوتا پازل بالا رو ببینید، بالای اون پازل صادرات ماست. استراتژی تأمین، انتخاب محصول صادرات محور، این دوتا قطعه در کنار هم محقق می شود. استراتژی بازاریابی در رابطه با استراتژی ها امروز حتی الامکان صحبت نمی کنم، چون رویداد قبلی و قبلتر در مورد استراتژی ها صحبت کردم. برید در اکانت محمد امین داتاش کاظمیان گفتیم. ولی بازار هدف صادراتی و محصول رو باید توامان، این دوتا قطعه پازل از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توامان انتخاب شود. لذا تحقیق بازار با هدف انتخاب محصول و همزمان تحقیق بازار با هدف انتخاب نام مشتری که صبح گفتم باید توامان محقق شود. خیلی راحت اینها رو قبلا به اشتراک گذاشتم. سایت ترید مپ، سایت مک مپ، برید غرقش بشید. یه دنیا داده است که میتونید تجمیع بکنید. اکسپورت پتانسیال مپ زیر مجموعه سایت مکمپ.org. کشور ایران رو انتخاب کنید، محصول رو انتخاب کنید، برید ببینید دنیای پیرامونتون چه کشورهایی از اولویت. آقا بالاش میاد آمریکا، من که دارم میگم من به شما بر اساس آموزه ها ورود به بازار آمریکا رو پیشنهاد میدم. چگونه دارم میگم، راهکارها رو دارم ارائه میدم. خود من عشقم ورود به بازار آمریکاست رو دارم انجام میدم. چه بسیار از بچهای پویش ملی صادرات که با آموزه ها ورود کردن به بازار آمریکا صبح در این مورد توضیح دادم. ولی باز بازارهای اول رو انتخاب نکنید، اسکرول داون، ببینید بازارهای دیگری که شاید نزدیکتر باشن به ما. حالا اینکه روش انتخاب بازار رو هم باز امروز در موردش توضیح خواهم داد. از اکسپورت پتانسیال مپ غافل نشوید. مارکت پرایس اینفورمیشن، رولز آف اوریجین، فسیلیتیتور، اینها ابزاری است که در دل مکمپ خوابیده. چین استورها، حالا در حوزه غذا کارفور، در حوزه لوازم خانگی اوبی و حالا تسکو، اینا همه شما فقط کافیه ورود کنید به ای کامرس اینها، محصول رو رصد کنید. نمیخواد برید اونجا، همه اینا ای کامرس دارن. حتی نام مشتری رو میتونید از پشت بسته‌بندی پیدا کنید. مثالی رو که خودم برای شما در یک رویدادی زدم، خود من مشکلی پیدا کرده بودم استرالیا. محصولی که به بازار استرالیا، مغز پسته‌ای که صادر کرده بودم، میزان شکستش زیاد بود. مشتری مرجوع کرد، آفلاتوکسین نداشت، میزان بروکنش زیادتر بود. رفتم خودم براش مشتری پیدا کردم. خیلی راحت در سایت وولورس رفتم مشتری رو، پشت بسته رو پیدا کردم، با مشتری مکاتبه کردم، یه قیمت اسپشیال دادم، گفتم آقا تو بارتو ببر بده به اون، تمام. خود من کمک کردم به مشتریم که باری که مشخصه فنیش با نیاز مشتری مطابقت نداشت، سریعا بتونه تبدیل به پول بشه.